بحث کراتین ریزش مو انقدر امروز داغ شده که حتی خیلی ها که تا حالا هر ساله و چندین ماه کراتین استفاده میکردن هم این سوال و ترس براشون ایجاد شده که آیا کراتین باعث ریزش مو میشه و یا نمیشه. و انقدر گاهن این موضوع بولد شده و مطرح شده که خیلی ها مکمل کراتین رو با وجود تمام اثرات فوق‌العاده‌ای که میتونه داشته باشه و این میتونه بگه موثرترین مکمل پروژنیک دنیا رو به خاطر ترس از ریزش مو گذاشتن کنار. میخوایم در این رابطه از بحث پیدا شدن این ایده و آیا واقعی بودنش یا حالا کاذب بودنش مورد بررسی قرار بدیم. بحث ریزش مو با کراتین از کی به وجود اومد؟ اول از همه اینو بهتون بگم که هیچ مطالعه مستقیمی تا حالا تو دنیا وجود نداشته که اومده باشه مستقیما بررسی کرده باشه شما کراتین رو استفاده بکنید باعث هیر لاس و ریزش مو شده باشه. اینو انجام ندادن اصلا. پس این نگرانی از کجا اومد؟ چرا یه زمانی اصلا وجود نداشت خیلی راحت فرد کراتین رو استفاده میکرد، مصرف میکرد و اصلا به بحث ریزش موش فکر نمیکرد. تا اینکه الان کار به جایی رسیده که حتی یه فردی که تست بوستر استفاده میکنه، حتی تو سایکل های استروئیدهای آنابولیک رفته که خیلی محرک های قوی واسه ریزش مو هستن، اون فرد از استروئید شاید به اون اندازه ترس نداره که از کراتین ترس رو برای ریزش مو. این ایده از کجا مطرح شد؟ تو سال 2009 مطالعه اومده انجام شد که به مدت 3 هفته اومده بودن کراتین رو استفاده کرده بودن. حالا یه هفته بارگیری بوده، 2 هفته حفظ بوده. بارگیریشون همون معمولا دوزای 25 گرم روزانه استفاده کرده بودن و دوران حفظش هم که نزدیک 5 گرم رو استفاده کرده بودن و دیده بودن که تقریبا بین 40 تا 56% سطح دیهیدرو تستوسترون افزایش پیدا کرده بود. حالا در دوران بارگیری 56%، در دوران حفظش 40% این افزایش اتفاق افتاده بود. و از اونجایی که دیهیدرو تستوسترون رابطه داره با بحث ریزش موی مردانه یا همون آلوپشیای آندروژنیک و یا ژنتیکی، اومدن رابطه شده به این قضیه که چون پس کراتین باعث افزایش دیهیدرو تستوسترون شده، از اون برم پس باعث افزایش ریزش مو میشه. یک، اصلا این مطالعه این رو بررسی نکرده، مستقیم بررسی نکرده. دو، باگی که این وسط وجود داره این که این همه مطالعه دیگه انجام شده و هیچ کدوم دیگه چنین نتیجه رو گزارش نکردن که کراتین بخواد باعث افزایش تستوسترون، فری تستوسترون و یا دیهیدرو تستوسترون شده باشه. خب یه عقل سلیم، یه عقل سالم چنین چیزی رو میگه که من اگر مثال میزنم 20 تا مطالعه توی زمینه انجام شده و فقط یکیشون یه نکته رو گزارش کرده، طبیعتا من باید به دنبال این برم که ببینم بیشتر مطالعات به چه نتیجه رسیدن، نه لزوما فقط یه مطالعه. یه عمل نکته که وجود داره به وجود میاد. نکته بعدی اینه که حتی در همون مطالعه هم که گفتم اصلا مستقیما بحث ریزش مو بررسی نکرده بودن، هر چند سطح دیهیدرو تستوسترون افزایش پیدا کرده بود ولی تو محدوده نرمالش تغییر کرده بود و فراتر از نرمال تغییر نکرده بود. خب پس این مشکلاتی بوده که توی این مطالعه وجود داشته، ولی به هر حال زمانی که بوده متاسفانه اینجوری دیگه یه حرفی سر زبون‌ها بیفته دیگه، واقعا میگن که گاهن یه آدم نادان یه سنگی تو چاه میندازه، 1000 تا عاقل نمیتونن از این چاه درش بیارن. همین الان اتفاق افتاده. یعنی الان هر کسی که کراتین استفاده میکنه، حتی خانم‌ها که بسیار در بحث ریزش موی ژنتیکی آندروژنیک ضعیف هستن و خیلی نادر اتفاق میفته، حتی همونا وقتی کراتین میخورن میگن ما کراتین خوردیم ریزش موی شدید پیدا کردیم. حالا ممکنه در کنار این قضیه 10 تا عامل دیگه اتفاق افتاده ولی فقط از چش کراتین میبینیم و خیلی وقتا حتی شنیدیم میگه که فرد من تا کراتین شروع میکنم شروع میشه، کراتین رو قطع میکنم ریزش موم تموم میشه. یعنی انقدر مشابه این باور و اون اثر پلاسبو و تلقین انقدر قویه که یعنی شاید واقعا این باور غلط خودش بخواد باعث ریزش موی فرد بخواد بشه. و میخوام بگم ذهنیت خیلی مهمه که من با چه ذهنیتی دارم مثلا کراتین رو بخوام بکنم طبیعتا. و این در تو با خیلی از مکمل‌ها میشه صدق پیدا بکنه و ربطش میشه داد. نگاه کنید حالا اصلا بحث دیهیدرو تستوسترون چیه؟ اولین نکته که وجود داره بحث ژنتیکه. شما یا ژنتیک ریزش موی مردانه رو، آلوپشیای ژنتیک رو داری یا نداری؟ اگر نداری ما چندان جای نگرانی نداریم. چرا؟ 2 تا مبحث وجود داره.
که میشه ربطش داد به بحث ریزش موی مردانه و ژنتیکی. یکی بحث اینه که یکی از متابولیت های تستوسترون و میتونیم بگیم یکی از متابولیت مهم تستوسترون دیهیدروتستوسترون هست. این دیهیدروتستوسترون از نظر اثرات آندروژنیکش، یعنی اون ایجاد ویژگی‌های مردانه، حتی از خود تستوسترون هم قوی تره. یعنی در بحث رویش موی مردانه، حالا در بدنشون منظورمه، حالا ممکنه در ریش باشه، بخواد در بدن فرد بخواد باشه، ریزش مو در سر، و یا حالا بحث این که صدای فرد بخواد بم بخواد بشه و بخواد که کلوفتر بخواد بشه، روی این عوامل تاثیرگذار هستش. یکی اینه. دو، میزان فعالیت گیرنده های دیهیدروتستوسترون در کف سر فرد هستش. باز دوره این هم اثرگذار هستش. و این دوتا خب ژنتیکی هست، ولی ممکنه حالا من کارهایی بکنم، عواملی بخواد رقم بخوره که یک کمی سطح این دیهیدروتستوسترون بیشتر بکنه. مثلا افزایش سطح تستوسترون پیش اون حالت اون حالت چجوری بگم، ماده اولیه‌ای که بعد میاد توسط آنزیم 5 آلفا ردوکتاز تبدیل میشه به دیهیدروتستوسترون. اگه من تستوسترون ببرم بالاتر، طبیعتا این افزایش سطح دیهیدروتستوسترون رو احتمالاً بخوایم داشته باشیم و بخواد رقم بخواد بخوره و این بعد به دنبالش بره به گیرنده های کف سر اتصال پیدا بکنه و بعد بیاد خب طبیعتا روی رشد و اون چرخه رشد فولیکول‌های مو و عمر مو بخواد تاثیر بخواد بذاره و بعد ریزشش بیشتر از بخواد رشدش بخواد بشه و بعد نهایتاً باعث کم‌پشت شدن موی سر فرد بخواد بشه. حالا اینجا چند تا نکته وجود داره. اینکه چطوریه که زمانی که کراتین مصرف شده افزایش در تستوسترون دیده نشده ولی دیهیدروتستوسترون افزایش پیدا کرده. یعنی من اون ماده اولیه زیاد نشده ولی محصولش زیاد شده. چه اتفاقی میتونه افتاده باشه؟ مگه میشه چنین چیزی؟ خب مگر اینکه این آنزیمی که این وسط وجود داره 5 آلفا ردوکتاز فعالیتش زیاد شده باشه که باعث این بشه که از اون تستوسترون ثابتی که من دارم میزان بیشتری تبدیل بشه به دیهیدروتستوسترون. یعنی من میگم پس کراتین نتونسته تستوسترون رو زیاد بکنه ولی بعد فعالیت آنزیم رو زیاد کرده. خب من شاید بخوام یه فرضیه قرار بدم و تا حدی قبولش بکنم، اما یه نکته وجود داره. اگر بخواد این اتفاق بخواد بیفته، یعنی این کراتین بدون اینکه سطح تستوسترون زیاد کرده باشه باعث افزایش دیهیدروتستوسترون شده باشه، نکته پس این موضوع باید باعث کاهش تستوسترون آزاد شده باشه، چون بیشتر تستوسترون من داره تبدیل میشه به دیهیدروتستوسترون، پس باید تستوسترون آزاد من سطحش کم بشه. ولی مطالعات چی میگن؟ با مصرف کراتین سطح تستوسترون آزاد ثابت مونده و کم نشده. پس اینها رو من وقتی این شواهد رو بخوایم در کنار هم دیگه بذاریم و این مکانیزم های فیزیولوژی در کنار هم دیگه بخوایم بذاریم، سخت باورش که بخوایم بگیم که کراتین باعث افزایش سطح دیهیدروتستوسترون میشه. خب آقا پس با تجربه افراد چه کار کنیم؟ الان ما اومدیم از نظر علمی دیدیم که نه، مطالعات خیلی از مطالعات تاییدش کردن، نه از نظر فیزیولوژیک همچنان مکانیزمش مشخص هست و منطقی هست. پس ما با این تجربه مردم چی کار کنیم؟ چرا فرد اومده استفاده کرده؟ شما صدم که بگی آقا این تو کتاب ننوشته این یا تو مطالعات مشخص نشده، این فرد چون میخوره و رو بدنش این اثر رو میذاره حرف تو رو قبول نمیکنه، اون چیزی که تو بدن خودش داره جواب میده رو قبول داره میکنه. چرا این فرد خورد کراتین رو و یا فلان مکمل رو، حالا بیشتر تمرکزم رو کراتین هست، باعث ریزش مو شد؟ میشه از چند تا منظر میشه بهش توجه کرد که بتونیم ورزشکار رو کمکش بکنیم، چون ما لزوما نمیتونیم همیشه بخوایم با مردم عادی علمی کاملا با مدارک علمی و ساینس بخوایم صحبت بکنیم. ممکنه یه جاهایی بخواد واقعا به زبان خودشون بخوایم حرف بزنیم و کمکشون بخوایم بکنیم. این ممکنه ریشه در چند تا نکته ببینیمش. یکی اینه که خیلی وقتا زمانی که یه ورزشکاری میاد یه مکملی رو مصرف میکنه، یکی اون باور ریزش مو هست که تو ذهن فرد ممکنه وجود داشته باشه. مثل که من مثال میذارم، یه غذایی رو بخورم و احساس کنم غذا خراب شده و ممکنه مسموم بشم. واقعا ممکنه من با خوردن اون غذای سالم هم اگر باورم این باشه که مشکلی برای من به وجود میاره، برای من مشکلی به وجود بیاره. پس اینکه اون باور است که من واقعا اگر ببینم یه ورزشکاری تا این حد یک باور غلط رو نسبت به یه مکمل بخواد داشته باشه، شاید واقعا مثلا به این سمت دارم که مکملش توصیه نکنه. خب و حرف من خب نمیپذیره. اما اگر
بریم جلوتر به عوامل دیگه بخوایم بررسی کنیم و برسیم، غیر از اون بحث باور خیلی قوی که تو ذهن فرد بخواد به وجود اومده باشه، اینه که خیلی وقتا زمانی که ما یه مکملی رو استفاده می‌کنیم، یه ساپلیمنت رو استفاده می‌کنیم، خیلی وقتا این باعث میشه که من تمرین خیلی جدی‌تر بگیرم. دیدید خیلی وقتا این بین ورزشکارا رایجه که میخوام دوره رو شروع کنم، یه جوری میگه دوره که مثلا انگار میخواد دوره مثلا یه دوره دارویی شروع کنه مثل المپیا میخواد استارت بزنه. نه، بعد مثلا این واقعا بنده خود میخواد یه گینری بخره با یه کراتین استفاده کنه و مثلا به قول خودش 4-5 کیلو وزن بگیره. این تمرکز خیلی ویژه‌ای که اون رو جدی گرفتن دورش میذاره، طبیعتاً باعث میشه خیلی وقتا فرد خیلی تمریناتش رو شدیدتر انجام بده، خیلی با حجم بالاتر انجام بده. یعنی اگر فرد دست و پا شکسته قبلا 3 روز 4 روز باشگاه میرفته، یهو میبینی که پشت قضیه میذاره و 5 روز 6 روز شدید و همین سه تا رو تو ناتوانی تمرین میکنه، میگه آقا کراتین قدرتمو زیاد کرد، تورم زیاد شد، میتونم یه ساعت وزنه بزنم. خیلی اتفاقاتی تو ذهنش و رقم میخوره از نظر، حالا یه بخشش بله به خاطر مکمل کراتین، یه بخش اون ذهنیته و جدیتی از اون انگیزی هست که شاید از نظر ذهنی به ورزشکار میده. و خب این تمرین شدید و حجم بالا خب به دنبالش التهاب ایجاد میکنه و شاید من در کنارش با بحث تغذیه، شاید با بحث مکمل کراتین تا حدی بتونم این تولید رادیکال آزاد و التهاب بتونم کنترل بکنم، ولی واقعا شاید گاهن انقدر من این حجم و شدت تمرین رو یهویی بالا برده باشم که دیگه واقعا اون مکمل و تغذیه من جوابگو نباشه. و ما خیلی وقتا شنیدیم گاهن حتی فرد میگه من وقتی که ورزش میکنم ریزشمون بیشتر میشه تا زمانی که ورزش نمیکنم. این ورزش قطع میکنه ریزشمونش کمتر میشه. این نه اینکه ما بخوام بگیم واقعا ورزش این اثر رو داره ها، میخوام بگم عوامل کنترلی زیادی در کنار، مداخله‌گری زیادی در کنارش وجود داره. اینکه مثلا ورزش میتونه باعث تحریق زیادی بشه و مثلا موهای فرد یا پوست فرد سریعتر چرب بشه، کثیف بشه. میتونه ورزش گاهن به خاطر نیازهایی که در بدن ما ایجاد میشه، ریز آسیب‌هایی که ایجاد میشه، استرس هایی که ایجاد میشه، نیازمون به ریز مغذی‌ها بخواد افزایش بخواد پیدا کنه و من اگر اون رو تامین نکنم، این کمبود ریز مغذی‌ها بخواد باعث ایجاد حالا مثلا یک ریزش مویی بخواد در بدن من بشه، یا یک موردی ضعف سیستم ایمنی رو، خستگی زیادی رو، آسیبی رو، التهابی رو بخواد ایجاد بکنه. همین نکته در رابطه بحث کراتین وجود داره. پس اینه که خیلی وقتا ممکنه گاهم اگر ریزش مویی با یک مکملی و با مصرف یک حالا ساپلمنتی دارم میگیرم، گاهن شاید به خاطر اون افزایش حجم شدت تمرینی است که دارم ایجاد میکنم در زمان اون مصرف اون مکمل. حالا به هر حال به هر علتی که داره ایجاد میشه اینه که من الان خب دنبال یک راهکارم و من مکمل کراتین رو شروع کردم. خب حقیقتش اینه که اصلا من چنین ذهنیتی ندارم، همیشه هم کراتین رو شاید میتونم بگم 6 سال دارم استفادهش میکنم، هر 6 ماه یک سالم چکاپ میدم و خیالم راحته و هیچ وقت ذهنیتم چنین چیزی نبوده. خب اینه که پس اصلا ذهنیت من چنین چیزی نیست. ولی اگر شما چنین ذهنیتی رو ممکن داشته باشید، خب در کنارش شاید فرد بتونه از دیهیدروتستوسترون بلاکرها که میان فعالیت آنزیم 5 آلفا ردوکتاز رو کمترش میکنن، فرد بخواد استفاده کنه. من دوست دارم از کراتین این مکمل فوق العاده استفاده کنم، ولی از نظر بحث ریزش مو هم یه کمی نگران هستم. یکی این که خب حتما با متخصص مو مشورت بکنید و یک مکملی رو که در این دوران شاید تمرینی شدید و پر استرس ورزشی رو میخواید بگذرونید، این مکمل برای موهاتون استفاده بکنید. با مشورت با متخصص مو این کارو انجام بدید. نکته بعدیش اینه که خب خیلی وقتا فرد سمت دیهیدروتستوسترون بلاکرها میره و میخواد اینها رو استفاده بکنه. اینه که اینجا میتونه چیکار بکنه؟ خب یکی از داروهایی که میاد وسط بحث فیناستراید هست، ولی خب هر کسی سمت دارو مثل فیناستراید یا روتاستراید نمیره. ترس‌هایی وجود داره، مثل بحث مشکلات جنسی که در برخی از افراد ممکنه ایجاد بکنه، تغییرات خلق و خویی که ممکنه ایجاد بکنه، گاهن یه کمی شاید کاهش دم آزولین بخواد به وجود بیاره براش این و اینها. حالا خب یه حالت ناخوشایندیه که شاید اون اثر خوشایند کراتین رو بخواد تحت تأثیر بخواد قرار بده. اینه که اینجا مواقع از مکمل‌هایی که یک کمی ریشه گیاهی دارن و میتونیم بگیم که معتدل‌تر و نرم‌تر عمل میکنن بخوایم استفاده کنیم، شاید منطقی‌تر باشه. مکملی مثل ساوپالمتو و مکملی مثل عصاره روغن دانه کدو تنبل میتونه این وسط کمک کننده باشه که توی بازار ایران تو محصولاتی مثل پروستیکا و پروستافورت این دوتا پیدا میشه و میشه استفاده بکنه. هم خواص ضد التهابی و آنتی اکسیدانی دارن و هم از اون سمت هم به بحث ریزش موی فرد و این باور اشتباهی که وجود داره ولی بالاخره با فرد وجود داره میتونه یک کمی
مقابله بکنه. و حالا بعضی از افراد هم که حالا دیگه کلا با بحث خوراکی و قرص خوراکی مشکل دارن، گاهی میتونن از کرم هاشون استفاده بکنن و از موضعی در سطح کف سر استفاده بکنن که نشون داده تا میتونه تا 50% فعالیت دیهیدروتستوسترون رو کم بکنه. و حالا اگر من 1% هم نگرانی توی زمینه وجود داشته باشم، این نگرانیه برطرف بشه. پس ما چه به صورت علمی چه به صورت تجربی اومدیم بررسی کردیم که آقا کراتین باعث ریزش مو نمیشه، اصلا شواهدی وجود نداره. ولی اگر شما این باور غلط رو دارید، راهکاراشو بهتون گفتیم. امیدوارم که ویدیو براتون مفید واقع شده باشه. لایک و سابسکرایب فراموش نشه.